سلام، من سارا هستم. به کانال آموزش زبان ایتالیایی ونوس خوش اومدین. تو این ویدیو در مورد ضمیرهای مفعولی مستقیم یا پرونومی دیرتی میخوام صحبت کنم. ضمیرها به جای اسم استفاده میشن و با استفاده از اون از تکرار اسم که توی جمله قبلی به کار برده شده در واقع جلوگیری میشه. اول ببینیم در زبان فارسی این ضمیرها به چه صورت به کار برده میشن تا درکش براتون راحت تر بشه. در زبان فارسی ضمایر مستقیم یا همون دیرتی جایگزین مفعولی که به همراه حرف را میاد میشن. با همین مثال رو ببینیم. ماریا را دیدی؟ در پاسخ به جای اینکه من اسم ماریا رو تکرار کنم و بگم بله ماریا را دیدم، میتونم از ضمیر مفعولی استفاده کنم و بگم بله او را دیدم. در واقع اینجا او که به همراه را اومده میشه ضمیر مفعولی یا همون پرونومی دیرتی در زبان ایتالیایی. این جدول رو با هم ببینیم. در اینجا همونطور که میبینین ضمیرهای مستقیم دو فرم دارن. ضمیرهای اتونی یا غیر تأکیدی و ضمیرهای تونیچی یا تأکیدی. اول با هم ضمیرهای اتونی یا غیر تأکیدی رو ببینیم. می، من را، تی، تو را، لو، او را برای مسکیل یا مذکر، لا، او را برای فمینیل یا مؤنث، لا که به شکل رسمی به کار برده میشه، چی، ما را، وی، شما را، لی که برای جمع مذکر استفاده میشه و ل برای جمع مؤنث. ضمیرهای غیر تأکیدی معمولاً قبل از فعل قرار میگیرن و تکیه جمله روی اون نیست و هرگز بعد از حرف اضافه هم نمیتونن به کار برده بشن. حالا با هم چند مثال رو ببینیم. Usi il computer per lavoro? Sì, lo uso sempre. تو سوال گفته شده از کامپیوتر برای کار استفاده میکنی؟ و در جواب من گفتم بله، اون رو همیشه استفاده میکنم. اینجا از لو استفاده کردم، ضمیر مفعولی مستقیم و جایگزین کامپیوتر کردم و چون کامپیوتر مذکر هست و مفرد هست به همین دلیل باید لو استفاده بشه. مثال بعدی رو با هم ببینیم. Ogni quanto guardi la TV? La guardo ogni sera. در سوال گفته شده چند وقت یک بار تلویزیون نگاه میکنی و من جواب دادم اون رو نگاه میکنم هر شب. اینجا لا استفاده کردم چون به تلویزیون که مؤنث هست و مفرد هست برمیگرده. وقتی در جمله دو فعل به کار برده شده و فعل اول در واقع صرف شده، فعل دوم صرف نشده، ضمیرها میتونن قبل از فعل اول یا بعد از فعل دوم قرار بگیرن. این مثال رو با هم ببینیم. Ho comprato un'auto nuova. La vuoi vedere? Vuoi vederla? در اینجا گفته شده یه ماشین جدید خریدم. میخوای اون رو ببینیم؟ همونطور که میبینین از ضمیر در واقع اینجا به دو صورت به کار برده شده. یک حالت میتونیم قبل از فعل اول بیاریم. حالت دوم چون فعل دوم ما مصدر هست، این رو توجه کنین که فقط زمانی که مصدر هست میتونیم این کار رو انجام بدیم. ضمیر رو میتونیم بچسبونیم به فعلی که مصدر هست و همونطور که میبینین در واقع ودره که با ا باید تموم بشه اون ا حذف شده و ضمیر ما بهش چسبیده شده. حالا با هم ضمیرهای تونیچی یا تأکیدی رو ببینیم که معمولاً بعد از فعل میان و تکیه جمله روی اونه و میتونه با حروف اضافه همراه باشه. این مثال رو با هم ببینیم. Hanno scelto me, non te. من رو انتخاب کردن نه تو رو. کاربرد ضمیرهای تأکیدی نسبت به غیر تأکیدی خیلی کمتر هست و فقط باید این نکته رو به یاد داشته باشین که اگر در جملتون حرف اضافه داشتین و بعد از حرف اضافه در واقع خواستین ضمیر استفاده کنین، حتما باید از ضمیر تأکیدی استفاده بشه. امیدوارم این ویدیو برای شما مفید بوده باشه و اگر اشکالی در زمینه ضمیرهای مستقیم دارین میتونین در بخش کامنت ها برای من بنویسین تا پاسخ بدم. در ویدیوی جدا در مورد ضمیرهای غیر مستقیم توضیح خواهم داد و یک ویدیو در مورد این که چه زمانی شما باید از ضمیرهای مستقیم و چه زمانی از ضمیرهای غیر مستقیم باید استفاده کنین.
تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.